به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، زبان آموزان ارجمند. درس هشتم است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف یا все все ёж ёж ёлка ёлка ёлка. حرف و در اینجا ف تلفظ شده ایستاده است. حرف و وقتی که بعد از حرف و حرف س آید یا حرف ت آید، در این صورت حرف و ف تلفظ کرده می شود. لیکن در این باره، در خصوص این قاعده، در درس های آینده به شکل مفصل خواهیم گفت. все تمام. معذرت. все گفته معنایش تمام. ёж معنایش خارپشت. ёлка معنایش ارچه. این بود درس هشتم. تا درس نوبتی، خدا نگهدار.